جهان کسا نیشون براتانی نیمشن وجه داری جمع کت آرتو وجه امیر ارسلان خوشحال و شادان حکا کسر پولا زره و کسی گا کتو وجه یا کسی گی کت پیرزالا هم جلو کپت امیر ارسلان پشتا سری ما پشتا چه وجه داخل باغ بیتا امیر ارسلان بسم الله وشت کدیم ما باغ تا ایرکو انگار که حرم شداد به نظر جلوه کنگه ظاهر گروه وره یکی باغی بهشت از او نمونه در او گلهای شکفته گونه گونه در آن باغ از صندل و عود و عاج زینت رو بوده ز گردون و خراج چهر نیمگاه جدولان آب چو سلسبیل چهر درختان روان تن بوی گل و ریحان آواز و ناله و مرغان خوش الحان خوش آوازه نوای بلبل و قمری و هوش چه سر امیر ارسلان به در برد آنجا فی نسیم خلد می وزد مگر ز جوی بارها که بوی مشک می دهد هوای مرغزارها فراز خاک و خشتها دمیده سبز کشتها چه کشتها بهشتها نه 10 نه 100 هزارها زنای خویش فاخته 200 اصول ساخته ترانه ها نواخته چو زیر و بم تارها فکندند همه کشیده اند زمزمه به شاخ سر و بن همه چه کبکه ها چه ساره ها ز ریزش سحابها بر آبها حبابها چو جوی نقره آبها روان در آبشارها کم که در باغ گردش کد پیرزال گوشت ای مادر مهربان ملکه آپاک پرولکا ما کجاییم پیرزال گوشت ما همه باغا هستیم گرچه من کسی نزانته کجاییم حال کم که گردش کنی تا من چند گیا باغ بچنو گو مغز سر پولازره کمر وزیر ملما اڈ کنو و بعد رو ملکه مکارو رب بچه ساعتی به دسته گلی من دست ات خوکی که امیر ارسلان گفت چند گیا گو مغز سر پولاد و پولازره و کمر وزیر ملایم تی هوری کو ملمی اڈی کو و ملمی اڈی کو در خوکی توکا رد کنتی هم به امیر ارسلان داد آشیر بیشه شجاعت خوکه گفت و بوتی کسگا یرکو پیرزالا دست امیر ارسلان گفت و بشتی کورما هنی دیگه کاری نیستیم بیا برویم برای نجات ملکه امیر ارسلان با شوق تمام دست در دست پیرزال روان بید در خیابانان پر گلینان گوست پاپای شیر کسر گردون اساس بندی رسید که کنکره آیه کبه سپر گو برابری کنه باز آلی و شر رو برزتن لیکن هیچ رخنه و دری نیستی امیر ارسلان گوشت یه بنا چین پرچه در و منظری نیستیم پیرزالا گوشت یک کسر 15 هستیم دولت 10 سر پادشاهان در آیه هستیم پولازره دیو یک کسر تلسم کده و در آن کسره مسدود بیتنه و هنی ظاهر نه باید حاکستر پولازره و حاکستر ماتا در آفا بریچه بر یک کسره سره بپاشه چند کار بده در آن نمایان بنده امیر ارسلان گوشت ملکه در ادا
ملکه مایدا زندانی هستیم. آب پیرزال ورش خیر. یک کس به جز ثروت چیز دیگه نیست. ملکه جای دیگه هستیم. امیر ارسلان ورش من ابو ثروت کاری نی. ملکه نشان من بده. پیرزال کندت ورش جوان صبر کن. با او دا هم رسیم. همچنان رفتن تا با کاخ و ایوانی رستم. امیر ارسلان ایوانی شیکن و شرین دید که فرش زربافت ریشه مروارید کتگا تخت طلاهین موستا ایوان مجلس گا ایر کتگا پرده ریشه مرواریدین و آبریشمیان لونجان تا پیرزال به امیر ارسلان گوشت قربان بومم برو در بالای تخت به استراحت بنه تا من برو ملکه زینت بدم ساعت دیگه به خدمت بیارم. امیر ارسلان داخل ایوان بید رفت تخت سرا نشت. تکیه بر متکای زرنگاری جت و زهم زمردنگاری من دامنا کشت و به منتظر آیگ ملکه بید. پیرزال رفت بعد چه ساعت چند شمدان و لات شما کاپوری روشنی کتن آورتند مجلس چتانتی و چند منای شراب و چند جوجه کباب میوه و مزه چه هر کبیر ورگی آورتی. مجلسی آرایش کتو امیر ارسلان باش مادر من که هلاک بیتو پس ملکه کجین پرچی نیتین. پیرزال باش فرزان هنی کهتین و تارا آرایش کن. حالا شما دیگه کاری گومن نیستین. من باید مرخص بگم در گوشه رو استراحت کنم چون که پیرون زید خسته دم برم. امیر ارسلان چه عذری باز لوٹه تو آئی مرخصی کد. پیرزال دعای امیر ارسلان به جا آورد و رفت. چند دقیقه طول نکشد چم امیر ارسلان به در مانته بیته که چه در ایوان کرس آفتاب جمال ملکه آپاک طلوع کد. چون ماه تابان وجه سر تا پای گرگ در گوهر لباس حریری در برتی و نیمتاجی هم الماسین به سرا چوب خرمن ما داخل ایوان دید. چم امیر ارسلان نامداره که به جمال پارکلکاکت ناگهان بیشکی چه جاگه پادد پرد بگلی پچ کدن ملکه چوب جان شیرین در بر گرفت و چند بوسه آبداری که چای رخسارا گرفت دست ملکه گرد چه تختا بردار رفت و آیی هم مکره و تیگر نندین دی. ملکه با گریوگا لگه برشی ای امیر ارسلان تا دیگه رو داره به صورت من هم بچاره نگاه بکنه. از بس که منی خبر گوش نکد منه به این روچا دور دا گرفتار کد دست دیوان و آهرمنان کد چه مشکت هایی که نکشته بود. امیر ارسلان گوشت تی بلا پا من جانا اگر چه به خدمتا تیگر روسیان لیکن دیته چطور چه پشت سرت ایمات کن. پولازره دیو به اکبارتی کشتم کمر وزیر رو هم کشت. الحمدلله که یک بار دیگه چما پدی جمال روشن بید. مینا شرابی دیما کشت جامی نوشتی جامی به ملکه داد. گزای ورد ملکه هم شرابان با امیر ارسلان پشت همچو چه مستی شراب دیگه چیزی نفهمتی. ملکه همه که دید امیر ارسلان مست بیتا گوشتی قربان بگوما دلون لوٹی کشک بیگا پولازره دیوگا منی واسطه بگوشه. امیر ارسلان درستین داستان گوشت. ملکه گوشت هنی زم زمرد نگار ما کجاییم. امیر ارسلان گوشت در کمرا منی گوسته. ملکه گوشت پچکن درست چه نزدیک ما تماشای کنم. امیر ارسلان بی مزایکه زهمی چه کمرا پچکو به دست ملکه داد. ملکه زهم گرد چه گلاپا کشد. امیر ارسلان دید چما ملکه ترتن و پریادی جد.
ای ارسلان مادر به خطا حرام زاده، منو مات پولازره بگرچه دست من، خب من گیرا کتگه. آچه جان امیر ارسلان درچه جاگه پرد، سر پی حرام زادگا، حرام زاده چه جاگه که پرد، سر در با حرام زادگا وشی نهاد که ناپاک به کجا میروی مادر پولازره، برگشت ترد زعم به حواله امیر ارسلانی کو، زعم وشی برانا امیر ارسلان لگت وجه 4 لنکوک برانه امیر ارسلان زعم نشت، زخم شمشیر زمرد نگاره چه مستی شراب و امیر ارسلان چه پادا در کو بیهوش بید. وقتی با وضعات که دیدی در بستر حریرین وقت هستین و مرد مسنین ریش اسپیتین تاج شاهی بسر و لباس سلطنت در برا چند نفر دیگه هم به دور بستر آیه نشتگم. پادشاه دستمال دسته گرفته من گریوه، چند نفر آیه دلداری من دیگه که قربان به ما، شما کم که آرام بگیرید، گریه مکنیم، ما هر چیز صحیح هستیم با کار بریم تا خدا چی لوٹی. پادشاه و جماعت و چک لیب داره، کسی که زخم زمرد نگار بارتین چاره نیستی مگر یک مرمه، مرم هنچه کجا به دست بیاره. چند نفرم گوشت قربان به ما، اگر ای جوان باید به هوشا بیایتین چایی جست بکنه، شاید بزانتی مرهم کجای مشکل ایشین، هرچی سعی مکنگه به هوشا نه. امیر ارسلان آهی کشت چه ای دست با دست لیٹت، ناگهان تماما سجده شکر به جا آورد. پادشاه تحت سر امیر ارسلان به سینه گفت، گوشتی فرزند عزیزو ترا چه بیته؟ امیر ارسلان جماعت شما کی ادا کجا هستین؟ کدی منا زخمی جد مات پولازره کجا رد؟ پادشاه گوشت فرزند اول بگوش مرهمی که مات پولازره چه مغز سر پولازره و کمر وزیر اردی کد در کجای؟ امیر ارسلان گوشت در جیب من، تو در حکه بلوره هستیم. پادشاه زید دست به جیب امیر ارسلان کد، حکه چه کیسه را دنا کشت و به دست حکیمان داد. حکیمان زخم پچ کد، کم که چه مرهما بر روی زخم یر کو، فوراً زخم وقتی منش سر بیگا لگه. امیر ارسلان چم پچ کد، دوباره جست کد، شما را با خدا قسم دام، شما کی من چه کجا پجا کاری و ای قدر به من محبت مکنگی؟ پادشاه و ای جوان ادا مملکت عرض بیضا هستیم و نام منی ملک شارخ شاه پریم، گرچه یک جنکی فرزند دیگه من نیستیم. دختر من جنین ملک خازن پری بیده، بعد چه مرگا ملک خازن به دست پولازره اسیر بیده و آیچوک ملک شاپور که به صورت سنگی کتم. من تا مقابله کو پولازره نبیدم، به نجات وتی جنکه هم نرفتم. یه عقده در دل منی بیده و تا وقت که پولازره کشته لورته در باغ پازر بروه، دختر منی منظر بانو تر رانمایی کد. کسی دیما منیگه دیمی داد که امیر ارسلان باغ پازر هست که من ترسون چه مات پولازره که زخمی با یه برسینی، شما چه احوال آیی با خبر بیته. من 2 نفر چه اپریتان و تیگم تای موکل کتگن دیم دادن که مواظب تیگ با، که مواظب احوال ببن. همه که مات پولازره تر زخم جد، 2 اپریتان من شتابان ترا بوده چه دوزتو آورد به نزد من، به حمدالله که مرهم این زخم هم تیگوتی که را بیده.
امیر ارسلان شکر احسان ملک شاهرخ شاه بجارد گوشت قربان بوم بفرمای مات پولازره کنید. ملک شاهرخ شاه گوشت زهم زمرد نگاری زرتگ و تتکر نزانم کجا رفته. امیر ارسلان با زهم زمرد نگار سک ناراحت بیت و گوشت زهم مات پولازره من کاری نی بگوی ملکه پاروکلکا جنک پادشاه کجن. ملک شاهرخ شاه گوه در قصر پازر هستیم. قصر پازر هم طلسمه. باید مادر پولازره بکشه بسوچنه هاکستر آیی و هاکستر پولازره در آپا بریچه و بپاشه در آن قصر پچمه. آچ نهاد امیر ارسلان درد کو گوشتی دیدار ملکه دیگه به قیامت کرد. با آک مات پولازره چه ترس من ترسته و کهزان با کجا رفته و تر پنهانی کده دیگه گیر منی مزانون نکپید. ملک شاهرخ شاه گوشت فعلا باید زخم تایی معالجه بکنه. به حکیمانی گوشت این زخم چند روچه معالجه بیده عرض کو بعد چه 3 روچه انشالله به حمام روته. امیر ارسلان گوشت در این 3 روز تدارک بگنده در اردوی ملک اقبال شاه بروه باید زود و ملک فیروز و شمس وزیر مرهم برسینه. وقت مات پولازره جستجو کنی. القسم مدت 3 روز حکیما مشغول معالجه بیدن. بعد 3 روز زخم امیر ارسلان شر بید طوری که آثار چایی هم بجا نماند. امیر ارسلان نامدار به حمام رفت سر و تن وتی شستشو کدن. ملک شاهرخ شاه یک دست گود شرم مرسیم گلتاج و کمربند طلاهی دیم داد. لباس پوشد چو کرس آفتاب تا بنده چه حمام دنات سوار مرکب بی به بارگاه رفت. در برابر تعظیم کد ملک شاهرخ شاه وزیر و امیران چه جاگه پادت کن. ملک شاهرخ شاه دست امیر ارسلان گرفت که روت تک سری نندن. مجلس آراسته بیت ساکی بچکان ماهرنگی پریزاده می به گردشه درآد. مطربان خوش الحانه نغمات دلنوازی خوش چه سرا که مردم اهل مجلس در برد یعنی مردم گنوب که هنچین خوش آواز هنچین گانای زد. ساکی ماروی مشکی میدن سیاه میدن مطرب و بزله گو خوش الحان و ساکی آتش پرست و آتش دست ریخت در ساغر آتش سوزان چو که سر حریفان چه باد ناب که گرم بید. امیر ارسلان به ملک شاهرخ شاه گوشت قربان بمان مانک بنده دیگه در ادا لزومی نداری. ملک اقبال شاه چند به راه ما هستیم و پسر آیی زخم داریم باید با آیی مرهم برسیم. بفرمایید تخت حاضر کنن که بنده برم. ملک شاهرخ شاه گوید فرزند من در فکر شما هستم لیکن کمو که صبر کنی پرچه کسی به دنبال منظر بانو جنکون وطی و گوهرتاج دختر ملک لال شاه در بند پولازره بیدگم دیمو دادن صبر که آهان بیاین گوهرتاج عروس ملک اقبال شاه بزیر و گومتی ببر. امیر ارسلان گوشت باز کرده آفتاب به جای زورا رسته افریتی چه در داخل بید تعظیم کو عرض کو قربان ببوم ملکه آفاق منظر بانو و همراهانی ای همراه ما آورتگیم در حرم خانه حاضرم. ملک شاهرخ شاه دست امیر ارسلان گرفت روانه حرم بیدن. منظر بانو و گوهرتاج تعظیم کدن. ملک شاهرخ شاه پیشانی صورت منظر بانو چوکت خدا شکر کد. پس چایی امیر ارسلان گوشت بفرمایید تخت حاضر کنه که ما پیش چایی وشتک واسطه وقت نیستیم. ملک شاهرخ شاه گوشت تخت آورد. امیر ارسلان ملک شاهرخ شاه و منظر بانو ودای کو به تختا
قرار گرفتند. گوهرتاج هم به تختان نشت. اپریتان تخت چسکو. یک شب و روز اپریتان تخت برد تا به دهنه چاه رسیدند. چه چهارتا برزا رفتند. وقت عصر با اردو ملک اقبال شاه رسیدند. امیر ارسلان گوشت تخت مکر را اردوگه به زمین ایر کو. یکی چه اپریتان گوشت بروی به ملک اقبال شاه بوش که امیر ارسلان اتکه مرهم و دختری آوردن. اپریت را به ملک اقبال شاه مژده داد و ملک اقبال شاه و آصف وزیر سر برهنه پا برهنه چه بارگاه در نات کن. گون کل امیران و سرگردان استقبال کد. اقبال شاه امیر ارسلان چو جان شیرین من بغلا کو جبین مردانگی چوکه به بارگاه رفتن. گوهرتاج هم سراپرده برد. ملک اقبال شاه گوشت فرزند من در قیامت نوکر تو هستم که 100,000 زبان شکر یک احسان تو نتونم بکنم به جا بیارم. الحق مرد و مردانگی جامعه که به قد و قامت تو دودگه. آصف وزیر تشکر کد. پس چای امیر ارسلان دست مجیبا کد. حکم مرهمی در آورد برابر روی ملک اقبال شاه به زمین ایر کو و احوال شمس وزیری جست کو. آصف وزیر و شمس وزیر منتظر مقدم شریف شما هستین. امیر ارسلان پاده و اقبال شاه آصف وزیر به خلوت رفتن. من کنار بستر شمس وزیر نشتم. آصف وزیر از زخم شمس وزیر پچکو مرهمانی بالاخره با پاک بیفایده هم پورن پاک کتن. بیفایده مرهم که اول زدلتن پاک کتن چه مرهم مغز پولازره و بس سره ایر کد. زخمی بست. شمس وزیر پورن به هوش آمد. چمی پچکو امیر ارسلان دید خدای شکر کد. امیر ارسلان هم مژده کشک به کمر وزیر با ای داد چه اول ماجرا و تارا بیانی کد. چه نهاد ملک اقبال شاه و آصف وزیر شمس وزیر در آصف وزیر گوشت افسوس امیر ارسلان مگه تو دیگه شم زهم زمرد نگار و ماتا پولا زرهگا ما وابا بگنده. حرامزاده زهم که برته دری برته دیگه محال هستین کسی بتونته با آیا کسی بگیری آیا اون دسترسی پیدا بکن. کار تو هم نیمه کارا منته. ملکه هم که در بند چه شدگی حتما میری. چه خبران عشق چو دانه مرواری چم امیر ارسلان سرازیر بیتن. چو اور بهار گریوغا لگه گوشتی وزیر تو آب پاکی با یک باره روی دست من رد که دیگه چمو به جمال ملکه آفاق نگندی. یعنی ملکه حتما میریتne. پس زندگی منی به چه پایده هستی. چه وجود من هم دیگه برای شما کاری هم در نیتن. خنجری کشته که باوت بجانته. اقبال شاه خنجر چه دسته آیه گب سری گب سینه چسبند و عشقی چمانی پاک کتن و گوشتی پرزان پرچه کست وطی کنه مگه تو گنو کیه. امیر ارسلان هم گوشت منی زندگی دیگه به چه درد وا. منی زندگی دنیا به خاطر وجود پارکلکا من لوٹتا تا به حال هم که و تا را زنده نگه داشته با امید نجات ملکه بیده. هنو که زانت و نجات آیه محال هستین زندگی منی چه پایده هستین. ملک اقبال شاه گو پرزان صبر کن خدا بزرگی. 2 سال پیش چه من هیچ امیدی نبیده که تو بیای پولازره بکشه و زخما منی چوکه تو چاک بکنه شری بکنه و دختر ملک لال شاه نجات بده. خدا وسیله سازین تو عد که و تمام کاران عد بیتن. هنی هم به دل به کرم خدا ببند
شاید وسیله ببی ملکه نجات پیدا بکن. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. امیر ارسلان گوشت راست باشه، لیکن من اگر 100 سال دیگه دست بر روی دست بلنو، دست به دست سرا بکنو، پیش شما بنندو، مات پولا زره پیش من که نیتن تا سعی و کوشش مکنو. فایده هم نیستیم، باید وقت انسان به قدر امکان تلاش بکن تا خدا وسیله بسازی. من راحت بنندو، خدا هیچ بر وسیله نسازی. ملک اقبال شاه گوشت فرزند خیال تو چیه؟ چه باید بکنی؟ امیر ارسلان گوشت رای من ای هست که بنده تا چند روز دیگه خدمت شما هستم. چند اپریل دیم بده، به هر جا که زانی بروم ماتا پولا زره جستجو بکنم. هر جا چه مملکت پریزاد یا آدمیزاد ربطه سراغ آیه بگیرم و خبر درست بیارم و من پشت سر آیه روم و زحما به دست کارم و آیا بکشم یا کشک بم. به هر صورت بهتر چه ای هستین که دا بریندم. اقبال شاه گو فرزند مغزا تیگا عیب هستین، تو گنو کیه؟ اگر سر ما در پولازره روا کار آسانی نه. هر ذره گوشت تی بدن خوراک 10 اپریت بیته. ما هرگز راضی نبوم ترا ببینم به دنبال حرامزاده بروی. ای خیالت سراوتی بدر کن. امیر ارسلان دوباره دست به قبضه خنجر برد. کست وتی جانی کد. ورچی پادشاه به جلال خدا آرام نه تا به دنبال مات پولازره مرم، یا ای که خنجر به وط جنم، یا هرچی گوشم باید بشکنه. شمس وزیر به ملک اقبال شاه گوشت قربان و اگر ای جوان نصیحت پذیر بیته چه دروازه روما به دنا نیاد که کاری بیدا نکشته که پند کسی به گوش آیی نرو و خبری که جنته تا انجام مدن آرام نگیری. شما الکی با آیی عبس و خودتان به در سر مکنید. خبر آیی گوش داره بلیتی بنا به خیالی که کتگی کار وطا انجام دن. اقبال شاه گوشت من ترسون کشک مبی. شمس وزیر گوشت اگر هم مروتین چه قصه میریته یا وطا را وط کشی آیا مرنجینه. خبر آیی گوش کنی بهتر است. اقبال شاه با آصف وزیر گوشت تو چی بوشه؟ آصف وزیر گوشت شمس وزیر راست باشی. به هر حال ای پسر به جان وط بازی مکننی و تا را زنده نیلی. بهتر آسن که ما آیا ناراحت مکنه و چما کدورت ناراحتی مزیری. و ملک اقبال شاه گوشت پس حالا ای طور هستین هر طور که آی دل بلوٹی من رفتار کنم. اگر چه زانو که جانا و دیگه در مرض خطر هستیم. مقصود ما خوشی وجود آیه هرچی میل خاطر آیه ما اطاعت کنم. واجه این کلیپ شما گوش داری 28 دقیقه 29 واجه سلامت باتی شما گوش داری تو من هم دیگه توار بنده پر شما کم که دمی پر کنم او علامت دا خودکاری سر ما گرم مداد نه یا برادرش پر مداد خط بجان مداد هستیم رشواز رودی کجی ها در اونگو مداد شد نه خودکار پاک نمان صحیح گوشی براتی رو بود مداد سر خط کشم بهتره و پاک نشد. سلامت باتی واجه الله مهره. دیگه شما گوش دارید نودی من هم سیگریت یا چه رند چای رند گوٹا گرم کنم دیگه که پشمان سلامت باتی. مرچی سعی قسمت راست جاتا هر شب سعی قسمت من جاتا شما آگاهی گوش دارید یک قسمتی من بجنم یا نه؟ سلامت باتی.